با تو لازم است پایتون رو آموزی. خودی حاضر ایستو چرا؟ یعنی چرا با تو لازم است که پایتون رو آموزی؟ بزرگترین سبب اینجاست. اگر تو میخوای که جای کار گیری در آیتی یا اینکه تکنولوژی اطلاعاتی و یا اینکه تو کسی هست دیگه الکی جای کار آیتی داری و میخوای که در جای کارت در وظیفه حاضرت پیشرفت شوی، تو باید پایتون رو دانی. آشنا جان، تو باید پایتون رو دانی یا اینکه اقلا آغاز کنی آموختن پایتون را. مهندس شبکه‌ای پایتون، مهندس ابری پایتون، هکر اخلاقی بله تو اون رو تخمین کردی پایتون. مردک برین این اصلا سببایی که من میخوام آموختن پایتون رو. چی باز با تو یکون سبب دیگه لازم است؟ در حالی که پایتون زیبا است، افسانه‌ای است، بهترین زبان برنامه‌سازی در تاریخ انسانیت است. بله این اصلا سببایی که من میخوام آموزم پایتون رو و خودی حاضر این است. خوش آمدید با درس یکمی پایتونی من. خب بیا گپ را زیادی بد نمیکنیم. من در این کورس با تو چیزی رو میآموزونم که تو رو خطرناک میسازه در پایتون و ما از صفر آغاز میکنیم. با مثل تو گفتم میتونی که هی اکای ریزو پایتون چیه با این چیزا تو گفتم میتونی یعنی تجربه گذشته لازم نیست. از نال از صفر. در آخر این کورس مقصد یگانه من آن است که تو همه مهارت‌های لازمه رو داشته باشی که تو رو افسانه‌ای میسازه در پایتون. در کجای رفتی نرفتی، در جای کارت است یا اینکه در مکتب است یا اینکه در بین دوستان است، وقتی که تو با پایتون یگان کار میکنی، یگان برنامه مینویسی و یا گپ زنن که واو این بچه الکی افسانه‌ای است، چون که پایتون رو به درجه دیگر میدوند. این است مقصدی من در آخر این کورس. خب تو گفتم میتونی که هی ریزو برای آموختن پایتون با من چی لازم است؟ برای آنکه تو آموختن پایتون رو با من آغاز کنی خودی حاضر و تو چیزی لازم نیست. البته که تو میتونی که پایتون رو در سیستم اپراتیونی خود نصب کنی، برای مثال لینوکس، ویندوز، مک او اس، اما ما امروز این کارو نمیکنیم چون که وقتی زیادی رو میگیرد با ما لازم است که خودی حاضر آموزش پایتون رو آغاز کنیم. و اینکه ایستو با تو چیزی لازم نیست، با تو تنها قهوه لازم است. و البته کامپیوتر، براوزر. خب براوزر خود رو میکشیم و در براوزر در جای سرچ میگیم که در جای کاف تو کاف مینویسیم reply.com. خب و چگونه که میبینید الکی با شما این گونه تیر هزار رو نشون میدهد. در حالی که من الکی از روی خط گذاشتم و من یعنی همون اکانت شخصی خود رو دارم، از شما نیز خواهش کرده می شود که شما نیز روید اکانت شخصی خود رو کشید. وقتی کشیدید الکی همه چیز که آماده شد، در بالای create REPL زیر میکنیم. معنای create معنای ساختن است و بله در بالایش زیر میکنیم و پس اون در اینجا با ما لازم است که favorites پایتون رو انتخاب کنیم چون که ما این زمان پایتون رو آموخته ایستادیم و در اینجا با ما لازم است که title این کلمه انگلیسی بوده، معنایش همین title میشود سرلوحه. اوکی و در اینجا همین نام سرلوحه یعنی همین امروزه کورس رو یا که امروزه درس رو میگذاریم. من تنها می نویسم قهوه و تمام. تنها قهوه می نویسم create REPL. تمام. الکی ما ساختیم اولین لایحه خود رو در پایتون و چگونه که شما میبینید دوستانی عزیز و ارجمند یا اینکه خانمان و جنابان اگر خانم ها نیز باشن با ما نشان داده است که main.py انا همین پای پی ریو یا اینکه پی وای به زبان انگلیسی معنای آن را دارد که این پایتون است، یعنی انا همین فایل پایتون است. در کجایی که شما انا همین پی وای رو دیدید معنای اون را که این پایتون است، از خاطرتون نبرورید. و خب الکی ما ساختیم اولین لایحه خود را و نام لایحه رو گذاشتیم. در اینجا چگونه میبینید قهوه و main.py این همون بله لایحه ما که برای پایتون است. اولین کدی خود رو حاضر می نویسیم در کامپیوتر. آماده است یا اینکه اگر که نباشید کمتر قهوه نوشیدن کار. اکنون آغاز میکنیم. تست. خب می نویسیم print. خب print نوشتیم، پس اون قوس میکنیم، پس اون دو تا ناخونک و می نویسیم که روز با خیر ویرگول جهانی آنلاین. علامت سوال یک چند علامت سوال میگذاریم چون که ما الکی در هیجان هستیم و بله حرف ج باید حرف کلام باشد. جهانی آنلاین به هر حال. خب پس اون پرینت روز بخیر جهانی آنلاین و برای اون که همین کد ما کار را آغاز کند با ما لازم است که در بالای تکمه رن زیر کنیم. رن و چگونه که میبینید دوستای عزیز ارجمند یا اینکه خانمان و جنابان این طرف مکانی است که ما همین کد خود رو مینویسیم، یعنی مکانی است همون جای لابراتوری است که ما کد خود رو مینویسیم و این طرف باشد کنسول میگن، یعنی مکانی که همین کد ما با ما
чизеро нишон медиҳад. Барои мисол навистааст ки рӯз бахайр ҷаҳони онлайн. Тамом ту аллакай коднавис, ту аллакай барномасоз ба ту лозим аст ки рави айни замон аризаи худро ба Facebook, ба Google, ба YouTube, ба ширкатҳои бузурги кишвар ва ширкатҳои бузурги хориҷӣ нишон диҳӣ ва ҷои кор гирӣ. Албатта ки не, шӯхӣ мекардам. ба фикрам қаҳва кам мерасад. خب ҳозир ман ба шумо мефаҳмонам ки компютер чӣ кор кард. خب пеш аз он ки ман ба шумо фаҳмонам ки ҳамин хати навистаи мо чиро нишон медиҳад ё ки чӣ маъно дорад, танҳо рӯзбахайр ҷаҳони онлайн гуфт, чӣ гапҳо шуд дар гузашт, яъне дар пушти ҳамин равзана. خب барои мисол пеш аз он ки мо оғоз кунем, лозим аст ки пурсем ки чӣ аст Python. Ту аз пурсем ки ҳей Ризо, чӣ аст Python? Python ин забони барномасозӣ аст. Забоне ки ан ҳамин компютер мефаҳмад. یعنی وقتی که من صحبت میکنم با زبان انگلیسی و یا که با زبان تاجیکی من میخوام که با کامپیوتر بگم که ای کامپیوتر گپ زن که روز بخیر جهانی آنلاین و برای کامپیوتر این چیز رو فهمیدن و زبان خود رو دارد و همین پایتون این زبان برنامه‌سازی است یا که جاوا اسکریپت زبان برنامه‌سازی اینها و در اینجا چی گونه شد. برای مثال در اینجا من نوشتم پرینت و گفتم که روز بخیر جهانی آنلاین و طریق اتوماتی انا همین پایتون الکی با کامپیوتر گفت که هی کامپیوتر رضا گیف میگوید که نویس یا که برار در اکران چاپ کن، پرینت ترجمه کنیم اگر چاپ میشود، چاپ کن که روز بخیر جهانی آنلاین برای مثال. و در آینده تو میتوانی که برای مثال با همین کامپیوتر رو گویی با زبان برنامه‌سازی که رفت فلان سرور رو غارت کن، رفت فلان کامپیوتر رو معلوماتش رو گیر. برای مثال کامپیوتر اگر خود بنویسی کامپیوتر تو با کامپیوتر دیگر اگر جنگ شوند یا که در جنگ اطلاعاتی باشند تو همین زبان برنامه‌سازی رو میگویی مینویسی در کلاویاتور کامپیوتر رو میگویی که رفت چی کار کردن رو انجام میدهد. پایتون افسانه‌ای است. پایتون در حقیقت که افسانه‌ای است. و این از پایتون. امیدوارم که شما فهمیدید که چی از پایتون. قهوه نوشیدن در کار. خب و بیاید که من با شما فهمونم که برای مثال در ان همین کد ما چی گپ شد. یعنی پرینت و پسان در اینجا ناخونک است. اگر خواهید دو تا ناخونک گذار یک تا اما یک تایش رو انتخاب کنید تا آخر. اگر که یک تا هم گذاری و استرینگ است دو تا ناخونک هم گذاری و استرینگ است اما یک تایش رو انتخاب کن استرینگ و تا آخر. برای مثال در اینجا ان همین پرینت این فانکشن است. خب فانکشن برای مثال تو پرسیدم که هی ریزو ما از کجا بدونم که پرینت این فونکسی است. در حالی که تو میفهمی که پرینت این فانکشن است انا همین قوس. خب انا همین قوس که اومد الکی این فانکشن است، فونکسی است. مثلا در آینده تو میتونی که فونکسی های خود رو سازی وقتی که برنامه‌سازی رو میآموزی و هر یک باره که فونکسی میسازی انا در پایتون انا همین قوس ها رو دارد و بعداً انا همین روز بخیر چیزایی که در داخل ناخونک هستن. خب انا همین بگیریم ناخونکایی که ساختیم اینها رو میگوییم ما string. خب string و string ها بسیار از وقتا همین حرفا رو یا همین حرفا رو در بر میگیرن و بله همین روز بخیر جهانی آنلاین اگر که چگونه که ما میبینید string رو نشون میدن و همین کد ما خیلی بود. یعنی ما فونکسیت داریم که نام دارد print ترجمه کنیم اگر میشود چاپ کردن و بله string داریم و از خاطر اون نبرید. اگر که همین یکی از اونها رو نابود کنیم چی گپ میشود؟ خب پس اون تو my run و الکی چگونه شما میبینید انا همین سینتکس ایرور یا اینکه اولین خطاهای خود را همچون برنامه‌ساز شما دیدید و از خاطرتون نبره که این خطا آینده زیاد میشوند و معنی سری شما را به خاک یکسان کنند در آینده اگر خواهی که برنامه‌ساز شوی. برای همین من با شما توصیه میدم که قهوه بسیاری باید نوشیدن در کار، چون که قهوه یک گونه راهی است که میتونی با این گونه خطاگی ها ایرور مسیجز یعنی برخورد کنی یا اینکه رقابت پذیر باشی یا که رقابت کنی. برای برنامه‌ساز شدن دوستان عزیزی آنلاینی با شما انا همین همه متمتیک را دانستن و انگلیسی را دانستن و همه زبان‌های برنامه‌سازی رو انا همین پرینت فونکسی و استرینگ ها رو دانستن لازم نیست. با شما لازم است اولین درجه سرچ انجین یا اینکه محرک کافت و کاپ با زبان تاجیکی باشه. محرک کافت و کاپ آدمی رو میگویند که وای میتواند که همون خطاگی هایی که برای مثال زبان برنامه‌سازی با او میدهد در گوگل گذارد یا اینکه در چت جی پی تی این زمان در همین محرک های کافت و کاپ گذارد و یا بعدو کابد. با شما وعده میدم که اگر که شما توانید چگونه کافت و کاپ رو
истифода бурдан, яъне кофту коп карданро ёд гиред агар аллакай ҳама чиз осон мешавад ба шумо дар IT. ҳама чизҳо мутаассифона одамон наметавонанд кофту коп кардан, ҳатто дар Google. خب که چگونه کافت کاپ کردن یافتن انا برای مثال این گونه خطاگی‌ها رو تنها کپی میکنی و در گوگل میگذاری الکی استک اوورفلو مکانی است که برنامه‌سازان با مثل تو سال 2000 میآموختن زبان برنامه‌سازی را پایتون رو کدام زبان برنامه‌سازی باشه نباشد آنها با این خطاگی‌ها روی آوردن وقتی آنها با این خطاگی‌ها روی آوردن یگانه جای آنها میروند این همین یعنی حکایه خود رو مینویسند و آنها تیارن که با تو یاری دهند با تو وعده میدهم که در سیاره زمین حتی میلیون ها برنامه‌ساز هستند که تیار است که با تو یاری دهند رفت در استک اوورفلو در ربیت نویس یا اینکه در یوتیوب در شرح نویس که با من همین چیزا رو نمیفهمم اگر که من جواب ندهم دو دیگر آدم جواب ندهد یک کس نه یک جواب میدهد اگر همون جامعه تاجیکان با تو جواب ندهد رو از جامعه روس ها پرس از جامعه انگلیس ها پرس یعنی جامعه برنامه‌سازی افسانه‌ای است رو در گیت هاب پرس یعنی کوفت و کوپ برد اگر که در حقیقت تو این هنر رو دوست داری حلاوت بری از این چیز این حس کردم که من I'm a motivational speaker در شهر نویسید که من just never mind I'll find someone like you خب برای مثال و در اینجا چی میگوید در اینجا میگوید که برای اگر کمی انگلیسی را خوانده توانی با شما میگوید که در همین لاین در یعنی یکم خط چگونه که میبینید ما این کد رو در خط یکم نوشتیم و میگوید که در همین یکم خط خطاگی ها است و ما نمیتوانیم که همین روز بخیر جهانی آنلاین رو خوانیم و کامپیوتر نمیفهمد که چی گپ رفته ایستاده است سینتکس ایرور خب و البته که یعنی این ایون است که چی بود خطا یعنی خطا این بود که ما انا همین ناخونک رو نگذاشتیم و کامپیوتر نتوانست خوانده که چی گپ رفته ایستاده است در اینجا خب بیاید با یک چند حرفای دیگر بنویسیم تا که با شما فهم‌تر شود برای همین می‌نویسیم در اینجا در خط دوم خب یک خط می‌پرتیم و می‌نویسیم print خب قوس می‌کشیم با قوس می‌نویسیم که من قهوه می‌نوشم خب نقطه پس اون تکمه run از استاد من یک بار توضیح کنم خب پس اون تکمه run خب می‌نویسید که روز بخیر جهانی آنلاین اکنون با ما لازم نیست یک چند علامت سوال دیگر ده هیجان هستیم run خب روز بخیر جهانی آنلاین من قهوه می‌نوشم دیگر اینکه بنویسیم خب print کمان ریزا print پسون قوس در ناخونک تو قهوه می‌نوشی علامت سوال می‌گذارم خلاص و تو می run روز بخیر جهانی آنلاین من قهوه می‌نوشم تو قهوه می‌نوشی در خانه ما قهوه نیست متاسفانه نقطه پسون run و چگونه که می‌بینید یعنی الکی من یک چند خط نوشتم یعنی چهار خط رو نوشتم و پرینت با یاری همین فونکسیای پرینت و در این طرف چاپ کردم بگیریم یک چند حرف جمله ها رو روز بخیر جهانی آنلاین من قهوه می‌نوشم تو قهوه می‌نوشی نه در خانه ما قهوه نیست خوب پس اون چگونه که می‌بینید الکی در اینجا 4 خط است و ما 4 خطی کد نوشتیم یا که 4 خطی رمز نوشتیم تا که با ما چاپ کند 4 جمله رو اما من ریزو گیف نمیخوام که 4 خط رو گیرد چون که 4 خط الکی همون خاطره زیاد رو میگیرد وقتی زیاد رو میگیرد دیگرها من میخوام که ما همه همین جمله رو در یک خط نویسیم یک پرینت نویسیم و هر چورش چاپ شود اگر که تو توانی این کارو کردن لطفاً تکمه پاوز رو زیر کن و پسان این کارو خودت انجام ده اگر که نتوانی هیچ گونه ندارد اگر قهوه داشته باشی یک بار قهوه رو نوش خودی حاضر اما با تو نشون میدم خب پیش از اون که من میخوام که همون کارو با شما نشون دهم چگونه همه این رو در یک خط نوشتن بیاید ما این رو بیاید درباره یک از چیزی مهم صحبت کنیم خب درباره همین رشادکا و اگر که ران زیر کنیم چگونه که میبینید الکی من قهوه مینوشم خب تو قهوه مینوشی من قهوه مینوشم تو قهوه مینوشی یعنی اینها الکی است اما یک خط نمیرسد برای مثال روز بخیر جهانی آنلاین نیست چاپ نشده است چرا کجا شد روز بخیر جهانی آنلاین چرا که چاپ نشده است میکروفونم کمتر بزیب شد خب سبب در آن است که وقتی که ما در زبان برنامه‌سازی پایتون و عموما در بسیاری از زبان‌ها همین رشادکا رو میگذاریم با کامپیوتر گپ میزنیم که هی موی سفید در اینجا چیزی ننویس این تنها برای ماست
only for humans only تنها برای انسان هاست این رو نخوان میگویم با کامپیوتر. خب و برای همین کامپیوتر در اینجا تنها این سه خط رو خوند اما خط اول رو نخوند و در اینجا تنها چاپ کرد که فکر کرد که ریزا تنها گفت که با کامپیوتر گفت که برای مثال سه خط اول رو خوند. خب بله و از خودی رو نبرورید که یعنی در کجایی که هست نیست. برای مثال من موازی میتوانم نوشتن که ریشوتکا. خب ما پایتون رو می آموزیم. پایتون افزونویست. خب و وقتی من تگمه ران رو زیر میکنم یعنی در اینجا یگان گپ خبر نمیشد آزیر بله ران و چگونه که میبینید الکی کامپیوتر خوند بیاگیریم 4 خطی که من نوشتم اما کامپیوتر این خط رو نخوند. یعنی ما پایتون رو گفتیم چرا؟ یعنی بسیار از برنامه سازان سببی که در وقتی کد نوشتن در وقتی رمز نوشتن آنها همین ریشوتکا رو میگذارن سبب اون است که آنها میخواهند که آدمانی که در آینده هستند و مثلا نسل آینده اگر که شاید همین کدی و ها رو نویسه اونها رو و فهمن که چی گپ رفته ایستاده است یعنی درباره چی است. برای مثال ما اینجا پایتون رو مختص شدیم و ما نمی‌دونیم که پایتون افزونه‌نویس اگر پگاه که یگان کسی دیگر نبیره ریزو گفت آید همین کد رو کشاید و بیند که بابا کلانش در گذشته چی نمود کد می‌نویس و میتواند که می‌بیند که بابا کلانش نوشته است که پایتون افزونه‌نویس یا که ما پایتون می‌گوییم پایتون افزونه‌نویس. و بله یعنی این همین شورتکات شرح نوشتن است. چون که تو از میتونی که در کامنت من یعنی که در شرح من شرح نویسی که ما پایتون می‌آموزیم یا که میتونی نویسی که چی نمودی قهوه رو امروز آماده کردی. تشکر زیاد. سپاس برای سپاس گفتن. کنترل X و در اول میگذاریم. خب ما پایتون رو مختص شدیم و من همه اینها رو نیز در داخلی انا همین ریشوتکا گرفتم چون که من نمیخوام که اینها خونده شوند و خب مقصد ما اون بود که همه این رو در یک پرینت گذاریم و حاضر تو میتوانی که برای مثال پرینت رو کشویی و پس نویسی روز بخیر جهانی آنلاین. خب پس کمتر جای گذاری پس نویسی من قهوه می نوشم و خب کنی بینیم که چی گم می شود. تگمه ران اثری نو خب اثری نو تگمه ران. خب چگونه که شما میبینید دوستان عزیز بله یعنی این انجام داد تنها در داخل یک پرینت توانست که این کار رو انجام دهد. یعنی روز بخیر جهانی آنلاین من قهوه می نوشم تو قهوه می نوشی نه در خانه ما قهوه نیست. اما مشکلی در آن است که ما گفتیم که باید که با مثلی که در گذشته یعنی تگ با تگ باید که نویسد ان همین روز بخیر جهانی آنلاین یعنی در اینجا جای نگذاشته است. یعنی باید این از تگ این بود یعنی همین من قهوه می نوشم از تگ روز بخیر جهانی آنلاین باشد. خب برای این چیکار باید کرد؟ بعد از همه قوس‌ها رو گذاشتن یعنی در داخل همون استرینگ با ما لازم است که سلش و پس اون ان رو گذاریم و بعد از وای با ما لازم است که تگمه جمع و پس این رو در ناخونک میگیریم. این رو در ناخونک میگیریم و پس بعد از اون هم برای مثال روز بخیر جهانی آنلاین n پلوس من قهوه می نوشم بعد از وای نیز همون سلش و n رو میگذاریم تا که جای پرتوید و پس با ما لازم است باز تگمه جمع رو گذاریم در اینجا. خب و تو قهوه می نوشی نیز باید این کار رو شود یعنی تگمه سلش و بله سلش و n و پس اون پلوس و با ما لازم است که تگمه ران رو زیر کنیم یا اینکه پخش کنیم ران و چگونه که میبینید دوستان عزیز و مهربان در این طرف الکی با ما نشون میدهد روز بخیر جهانی آنلاین من قهوه می‌نوشم تو قهوه می‌نوشی دیگرها همه این نوشته‌جات ما تگ به تگ در اینجا نوشته شده است یعنی همه همون جمله‌ای که ما نوشتیم و این زمان از ما با شما ان همین ریشوتکا رو میگیریم تا که دیگر کامپیوتر این رو همچون شرح نخواند. خب و پس اون تگمه ران و چگونه که میبینید در اینجا کمتر پرینت کمتر جا گذارم پس اون دو تا ناخونک و سلش و ان پس اون تگمه ران اثری همین رو نابود کنم تا که شما بینید. خب چگونه که میبینید در اول هم اگر با ما لازم بود که 4 خط نویسیم و با ما این نتیجه رو میداد و با ما حتی میتوانیم که با یک خط نیز این نتیجه رو گیریم و با ما تنها لازم است که یعنی پلوس گذاریم در اینجا و تگمه یعنی سلش و ان رو علاوه کنیم یعنی همون n یک
ана дар камера гап зада накун. ана ҳамон n як хат мепартояду аз хати нав менависад. бале умедворам ки ба шумо фаҳмо шуд. биёед ман ба шумо дигар чизро нишон диҳам. дар асл инро ман дар нақша надоштам ки дар дарси имрӯза ба шумо гӯям, аммо шумо ки дӯсти онлайни ман ҳастед ба ҳар ҳол ба шумо мефаҳмонам. хоб дар ҳақиқат шавқовар аст. менависем print пасон қавс пасон нохунак менависем ризо қаҳваро дӯст медорад пасон аломати савол ва дар дохили қавс ба мо лозим аст ки зарб ҳашне зарб ва инро ба 100 маротиба зарб занем. пасон ба мо танҳо лозим аст ки яъне тугмаи run ро зер кунем ва бинед ки чӣ гап мешавад. бинед ки чӣ гап мешавад. run. Yes, I did it. Дидед чӣ гап хабар шуд дар инҷо. аллакай танҳо дар компютер менависад ки ризо қаҳваро дӯст медорад. хоб айни замон ман ба ошхона баргаштам ва мехоҳам ки як қаҳваи дигар омода кунам то ки баргардам ба сари мизи корӣ ва ин навори эҷод кардаи имрӯзаро таҳрир кунам. ва бале имрӯз чиро омӯхтем? мо имрӯз бисёр чизро омӯхтем. барои мисол мо омӯхтем ки чи аст Python ва чаро ба мо лозим аст айни замон омӯхтани Python. агар ки ростқавлона гап занем, айни замон Python ин стандарт аст. яъне барои мутахассисони IT бояд ки ҳама ин забони барномасозиро донанд. барои мисол агар хоҳӣ ба cyber security хоб ба киберамният ё ин ки ба ширкатҳои бузурго ки зеҳни сунъӣ яъне омӯхтани Python ин ҳатмист барои мутахассисони IT. ва барои ҳамин ман мехоҳам ки ин забонро омӯзам ва вақте ки омӯхта истодам айни замон ман мехоҳам ба шумо низ дарс диҳам. чунки ман дар гузашта JavaScript омӯхтам ва ҳаргиз Pythonро нарасидам. ва айни замон ва аз ҳама беҳтарин вақт омӯхтани Python чунки ҳама чиз ин худи ҳозир аст ва ту бояд худи ҳозир Pythonро омӯзӣ. ва боз мо омӯхтем ки чӣ ҳастанд string, мо омӯхтем дар бораи функсияҳо, мо омӯхтем дар бораи чӣ тавр компютерро гап занем ки гап занад, яъне компютерро гӯем ки суҳбат кун компютер. мо тавонистем ки ба компютер гап занем ки моем дар инҷо бос, моем дорем дар инҷо мудир, моем одаме ки ба ту гап мезанем то ки ту суҳбат кунӣ. бе иҷозати мо ту суҳбат карда наметавонӣ компютер. Who is the boss? бале, ин буд дарси имрӯзаи мо Python. ва ташаккури зиёд барои тамошо. стакан чӣ мешавад замони нӯшидӣ дар шаҳр нависед? ай бас шарм. нӯшидед ва бале чизро гирифтед. ва то дарси дигар, то видеои дигар, ба ҳама рӯзи хуб. Ба ман лозим аст ки Python